سلام، وقت بخیر. من امیر منصور هستم. چندی پیش در مراجعه‌ای که به کتاب قوی سیاه یا بلک سوان از آقای نسیم نیکولاس طالب داشتم به موضوعی برخورد کردم که به نظرم خیلی جالب توجه اومد. البته کسانی که با این نویسنده آقای طالب آشنا باشن، با این کتاب یا حتی کارهای دیگه و کتابهای دیگه‌اش میدونن که توی آثار آقای طالب مسائل این چنینی کم نیست. موضوعاتی رو بحث میکنه که خیلی جالب توجهن و البته مسائلی هستن که میتونن ما رو خیلی به فکر وادارن و حتی موجب بحث‌های خیلی طولانی بشن. طالب شهره خاص و عامه که حرفایی رو میزنه که میتونه حتی مناقشه برانگیز باشه و بحث‌های زیادی رو به دنبال داشته باشه. اما فقط خود موضوع نبود که از نظر من جالب بود، بلکه شکل بیان طالب هم برای من بسیار جالب توجه بود. در واقع هم از لحاظ محتوا و هم از لحاظ فرم اونقدر برام جالب بود که تصمیم گرفتم که تو این ویدیوهای کوتاه اون رو با شما به اشتراک بگذارم. طالب داره در خصوص مفهوم هردینگ یا رفتار گله‌وار، رفتار گله‌ای بین انسان‌ها صحبت میکنه. البته شاید از نظر بعضی از افراد به کار بردن همچین عنوانی برای رفتارهای انسانی کار درستی نباشه یا حداقل مثلا دور از ادب باشه. اما واقعیت اینه که در خیلی از امور انسانی به نظر میرسه دقیقاً اونها رو میتونیم زیر همین عنوان تقسیم بندی کنیم. مثلا اتفاقاتی که در بازارهای سهام بعضا میفته، از همین عنوان رفتار هردینگ یا گله‌وار ازش استفاده میشه. یا مثلا برخی مسائل اجتماعی که در ادامه توضیح کوتاهی راجع به اونها خواهم داد. طالب البته توی کتاب بلک سوان در مورد یک موضوع خاص به هردینگ یا رفتار گله‌وار اشاره میکنه و اون موضوع پیش بینی کردن هست. یعنی وقتی ما میخوایم دست به پیش بینی بزنیم و نسبت به آینده یه چیزی رو اعلام کنیم، یه حرفی بزنیم، طالب نشون میده که چطور ما میتونیم دچار هردینگ بشیم و رفتار گله‌وار انجام بشه و همه تقریبا نظرات مشابه رو در خصوص پیش بینی اعلام کنن. قبل از اینکه بخوام بگم که طالب چی میگه و چه جوری میگه، یه توضیح مختصری در اطراف همین بحث پیش بینی کردن یا فورکاستینگ میخواستم خدمتتون عرض کنم. خودش موضوع خیلی مهمیه. خود فورکاست کردن، پیش بینی کردن بحثی است که به خصوص در حیطه مسائل اجتماعی بحث خیلی وزینیه، خیلی سنگینه. در اطراف اون یک لیترچر و تکست های خیلی مفصل وجود داره. خیلی از متفکرین راجع بهش صحبت کردن. میتونیم به این فکر کنیم که اگه بخوام یه تعریف خیلی خیلی ساده، انتزاعی، جمع و جور و ابسترکت از پیش بینی کردن یا فورکاستینگ ارائه کنیم، چطور میتونه باشه؟ چیزی که من بهش فکر کردم به شکل خیلی جمع و جور یه همچین چیزی هست که مثلا ما اعلام کنیم که در زمان T اتفاق X خواهد افتاد. در واقع ما الان در زمان حال حاضر هستیم، داریم یه چیزی رو نسبت به آینده بهش اظهار نظر میکنیم که فاصله اون زمان تا زمان کنونی T هست و اعلام میکنیم که در اون زمان دقیقاً چه اتفاقی قراره بیفته. اتفاق X میخواد بیفته. وقتی ما میخوایم یه گزاره اینجوری رو مطرح کنیم، طبیعتاً علاقه داریم که حرفمون حرف حساب باشه، یعنی گزاره دقیقی باشه و منطقاً درست و دقیق حرف بزنیم. و استانداردهای مختلفی هم هست که در واقع به ما کمک میکنن که برای گزاره‌های این چنینی، نه فقط پیش بینی، هر گزاره‌ای که میخوایم مطرح کنیم حرفمون به حرف حساب نزدیک باشه. من میخوام به یکی از اون استانداردها که یکی از معروف‌ترین اونها هست اشاره کنم. اینجا میخوام اشاره کنم به آقای کارل پاپر، فیلسوف شهیر علم که مطالب خیلی مهمی ازش به یادگار مونده. من جمله یکی از این استانداردهایی که تعریف کرده که اگه ما رو به کار ببریم شاید خیلی کمک کنه که وقتی میخوایم حرفی رو بزنیم، گزاره‌ای رو مطرح کنیم، گزارمون درست و حسابی تر باشه. من جمله در خصوص پیش بینی کردن. اون چیزی که میخوام اشاره کنم بهش مفهوم ابطال پذیری هست که در واقع خود آقای کارل پاپر مطرح کرد و به نام ایشون معروف و مشهور هست. به طور خیلی خلاصه وقتی داریم از ابطال پذیری حرف میزنیم، یعنی وقتی من میخوام یه حرفی بزنم، یه جوری حرف بزنم که معلوم بشه آخرش حرفم در چه شرایطی درسته، در چه شرایطی غلط. اگه من خیلی مبهم حرف بزنم، گنگ حرف بزنم، معلوم نشه کی حرف من درسته و کی غلطه. یا اصلا بدتر از اون، یه جوری حرف بزنم که همیشه حرفم درست باشه، در واقع به تعبیر پاپر حرف من ابطال ناپذیره. و چون ابطال ناپذیره میتونیم با اغماض بگیم که اصلا از نظر پاپر حرف بی ارزشیه، بی محتواییه و حتی شاید اصلا ارزش وقت گذاشتن و تفکر روش نداشته باشه. مثلا اگه بخوام برگردیم به همون مفهوم پیش بینی، فرض کنید که من میخوام یک پیش بینی ارائه کنم، یک فورکاستی رو انجام بدم. مثلا میخوام هوای فردا رو پیش بینی کنم. چیزی که من میگم اینه به عنوان پیش بینی هوای فردا که فردا باران خواهد آمد و باران نخواهد آمد. من اینو به عنوان پیش بینی هوای فردا اعلام میکنم. خود جمله عجیب و غریبه، یعنی از نظر ادبیاتی وقتی ما با این جمله مواجه میشیم مثلا درکش برامون کمی سخته. اما من میخوام نشون بدم که با اون معیار و استانداردی که پاپر هم تعریف کرده بود
این جمله عبث و بیهوده و بی‌مفهومیه. در واقع وقتی من دارم میگم فردا باران خواهد آمد و باران نخواهد آمد، فردا هر اتفاقی که بیفته آخرش من میتونم بگم حرف من درست شد. اگه بارون بیاد میتونم بگم که من که گفته بودم فردا بارون میاد. اگه بارون نیاد باز همون گزاره رو میتونم تکرار کنم. به تعبیر آقای پاپر حرف من ابطال ناپذیره و چون ابطال ناپذیره عملاً چیزی که گفتم یاوه‌ست و هیچ ارزشی نداره. این مفهومی هست که تحت عنوان ابطال پذیری از پاپر به جای مونده. حالا اگه همین مفهوم رو من بخوام برگردونمش سراغ همون تعریف خیلی جمع و جور و خیلی ابسترکت که در مورد پیش بینی کردن در حالت کلی مطرح کردم، میشه حالتایی رو تصور کرد که چطور حتی این تعریف ساده هم که تلاش کرده همه چیز رو خیلی جمع و جور کنه ابطال ناپذیر بشه. من به 3 حالت میخوام اشاره کنم که مطابق این تعریف میتونیم فرض کنیم که به ابطال ناپذیری و عملاً به حرف مفت میرسیم. همونطور که گفتم من دارم اعلام میکنم بعد از گذشت زمان t اتفاق x روی خواهد داد. اولین حالتی که من میخوام بهش اشاره کنم که این تعریف ساده هم حتی ابطال ناپذیر میشه این هست که x معلومه. من دارم اعلام میکنم که اتفاق فلان خواهد افتاد اما زمان مشخصی ارائه نمیکنم و t نامعلومه. و چون t نامعلومه در واقع ما با یک گزاره ابطال ناپذیر مواجه هستیم. مثلا فرض کنید که من اینجوری مطرح میکنم. میگم که به زودی در آینده نزدیک x اتفاق خواهد افتاد. x مشخصه اما معلوم نیست من دارم راجع به چه زمانی صحبت میکنم. حالا فکر کنید که مثلا یه روز میگذره و x اتفاق نمیفته. شما میتونید با من تماس بگیرید بگید فلانی حرفی که زدی نشد. تو گفتی به زودی x اتفاق میفته، الان یه روز گذشت x اتفاق نیفتاد. اما من میتونم جواب شما رو بدم. من میتونم بگم که من گفتم به زودی، من که نگفتم بعد از یک روز. اگه یه هفته هم بگذره همین جواب میتونم به شما بدم. 1 سال، 100 سال هم اگه بگذره و شما به من زنگ بزنید یا تماس بگیرید بگید که x اتفاق نیفتاد، باز من همون گزاره رو میتونم مطرح کنم. در واقع حرف من هیچ وقت غلط نمیشه. و چون هیچ وقت غلط نیست شاید بتونیم بگیم در هر لحظه‌ای میتونم از زیرش دررم و اعلام کنم که حرفم درسته. و چون حرف من همیشه درسته، حرف مزخرف و بیهوده‌ایه. چون ابطال ناپذیره. چون در واقع هیچ شرایطی وجود نداره که من اعلام کنم که این حرف ابطال شده و غلط شده. چون همچین حالتی وجود نداره به طور کلی بر طبق منطقی که پاپر اعلام میکنه حرف بی ارزشیه. حالا شما میتونید به این فکر کنید که ما شبیه این حرفا رو توی رسانه ها میشنویم یا نه. به زودی اتفاق فلان خواهد افتاد، در آینده نزدیک فلان مسئله پیش خواهد آمد و خیلی به وفور این رو میشنویم، در حالی که این حرف از بدیهی ترین یا یکی از کلاسیک ترین استانداردهای حرف حساب رد نمیشه و اونجا میمونه. اما به تعداد زیاد ما اون رو میشنویم، تکرار میکنن. خیلی از کسانی که متخصص هستن خودشون رو متخصص جا میزنن، حتی در این حد ساده هم رعایت نمیکنن که دقیق حرف بزنن. البته کسی هم گریبانگیرشون نیست که چرا این اتفاق میفته. در مورد این موضوع باز بیشتر توضیح میدم. این اولین حالتی بود که من فکر کردم این تعریف ساده هم میتونه به ابطال ناپذیری و حرف مفت منتهی بشه. اما من برای مدت طولانی فکر میکردم فقط همین حالته، یعنی x مشخصه و t نامعینه و باورم نمیشد که جور دیگه هم میتونه همین شکل ساده به ابطال ناپذیری منتهی بشه. تا اینکه چند وقت پیش با گزاره‌های مواجه شدم که در عین شگفتی حالت دیگری از ابطال ناپذیری رو ایجاد کرد. تو حالت دوم وضعیتی هست که این بار t مشخصه، یعنی از یک زمان مشخص داریم صحبت میکنیم، اما در کمال ناباوری x نامعینه، x نامتعینه و مشخص نیست که چه چیزی رو داریم راجع بهش صحبت میکنیم. مثلا یه همچین گزاره‌ای: در 3 ماه آینده اتفاقاتی رخ خواهد داد. اینجا زمان مشخصه، داریم راجع به 3 ماه آینده صحبت میکنیم، ولی گوینده نمیگه که چه اتفاقاتی قراره بیفته. x نامعینه. اینجا هم داریم با یه گزاره‌ای مواجه میشیم که در واقع همیشه درسته. به خاطر اینکه اگه 3 ماه بگذره و اتفاقاتی بیفته، بالاخره بعد از 3 ماه اتفاقاتی حتما میفته. طرف میتونه اعلام کنه که بله منظور من از x همین بود. و چون این حرف همیشه درسته و هیچ وقت غلط نیست، یعنی ابطال ناپذیره و این حرف از اساس غلطه. این حرف بر اساس معیار ابطال ناپذیری خیلی حرف باطلیه. در واقع وقتی طرف اعلام میکنه که ظرف 3 ماه آینده اتفاقاتی خواهد افتاد، همیشه به نتیجه مورد نظرش میرسه. بازم شبیه این رو من در کمال ناباوری در خیلی از رسانه‌ها دیدم که فرد میاد اعلام میکرد که ظرف 5-6 ماه آینده اتفاقاتی خواهد افتاد و مشخص نمیکرد که در راجع به چی حرف میزنه. در یک فضای خلأگونه این حرفو میزد، بیننده‌ها هم میشنیدن، کسی هم ایرادی ازش نمیگرفت که شما در راجع به چی اصلا صحبت میکنید.
همونطور که گفتم من خودم باورم نمیشد که این حالت دوم اتفاق بیفته، ولی اتفاق افتاد و اینجوری هم یه عده صحبت کردن. اما میشه گفت ترکیب حالت اول و دوم دیگه میرسه به حالت سوم که میشه گفت در واقع حالت اکستریمه، حالت حدی این وضعیته که دیگه نه تی مشخصه نه ایکس مشخصه و دیگه میشه سوال کرد که اصلا طرف داره راجع به چی اصلا حرف میزنه، اصلا معلوم نیست داره چی میگه، ولی همین آدم تریبون داره و همین جوری هم حرف میزنه که در آینده نزدیک اتفاقاتی خواهد افتاد. نه زمانش معلومه نه اون اتفاقات معلومه، اما به سادگی این گزاره ها تو هوا پرتاب میشه و ظاهرا خریدار هم داره. به این ترتیب میشه فکر کرد که داریم در خصوص دو مدل از پیشبینی صحبت میکنیم. اول پیشبینی هایی که ابطال ناپذیرن یا به تعبیر پاپر دیگه بی ارزشن. دوم پیشبینی هایی رو صحبت میکنیم که بالاخره حداقل این استاندارد رو رعایت میکنن، یعنی وقتی دارن حرف میزنن جوری حرف میزنن که معلوم میشه که کی حرفشون درسته و کی غلطه، که اونها میگیم پیشبینی های ابطال پذیر. در واقع این حداقلی از کردیت رو دارن که اون طرفی که این گزاره رو مطرح کرده سعی کرده جوری حرف بزنه که معلوم بشه کی حرفش غلط میشه. حالا برگردیم به کتاب بلک سوان یا قوی سیاه. توی کتاب قوی سیاه آقای نسیم طالب داره در مورد پیشبینی هایی صحبت میکنه که ابطال پذیر هستن، یعنی دیگه طرف انقدر از مرحله پرت نبوده و حداقل در ظاهر و در فرم اصلی دقیق حرف زده. اما طالب داره میگه که در این پیشبینی های ابطال پذیر هم پدیده هردینگ یا رفتار گله‌وار اتفاق میفته. طالب اشاره میکنه به یه عده‌ای که مثلا فرض کنید که متخصص هستن، اصلا این کارشون اینه که در مورد مسائل اجتماعی دست به پیش بینی بزنن، اتفاقاتی رو در آینده پیش بینی کنن. میگه فرض کنید که ما این نفر رو داریم که میاریم ردیفشون میکنیم و در خصوص یک مسئله‌ای با یک زمانبندی مشخصی، مثلا فرض کنید زمان تی، ازشون سوال میکنیم که پیش بینی شما چی هست. از اینجاست که میخوام که اشاره کنم به فرم بیان طالب، یعنی خود محتوا که جالب توجه است اما شکل بیان طالب هم برای من جالب توجه. فرض کنید که نفر اول میاد و پیش بینی خودش رو ارائه میکنه و مثلا پیش بینی F1 رو عرضه میکنه. این به عنوان پیش بینی نفر اوله. نفر دوم F2 و نفر سوم همینجوری الی آخر تا نفر انم که پیش بینیشو به صورت FN ارائه میکنه. اینا پیش بینی‌های افراده که بالاخره تفاوت‌هایی هم با هم دیگه داره، نظرات مختلفه و هر کدوم در مورد یک اتفاقی که در زمان تی قرار رخ بده دارن اظهار نظر میکنن. حالا فرض کنید که اون زمان تی سپری میشه و اون حقیقت نهایی مکشوف میشه، اتفاق میفته. من اون حقیقت نهایی رو میگم مثلا تروس یا با تی بزرگ نشون میدم و اون حقیقت نهایی مثلا توی شکل شماتیکی که دارم نشون میدم اینجا قرار میگیره. در واقع این افراد دست به پیش بینی زدن، پیش بینی هایی رو انجام دادن، اما به نظر میرسه همه پیش بینی ها با اون حقیقت نهایی فاصله داره. خودشون خیلی با هم فاصله ای ندارن، اما با اون حقیقت یا تی فاصله شون نسبتاً زیاده. اینجا میگه که طالب در واقع میگه داره هردینگ یا رفتار گله‌وار اتفاق میفته. به صورت گله‌وار این کسانی که دارن پیش بینی میکنن پیش بینی‌هاشون عین همدیگه است ولی ربطی به حقیقت نداره. اما طالب اینو اینجوری بیان نمیکنه و شکلی که براش نشون میده، البته من اون شکل رو کمی توسعه دادم، به این صورت هست. فرض کنید که ما یه پارامتر رو تعریف کنیم مثل دلتای آی جی. دلتای آی جی به شکل سمبولیک اختلاف بین پیشبینی نفر آی و نفر جی هست. یا میتونیم در واقع تعریف کنیم که دلتای آی جی مساوی هست با قدر مطلق اف آی منهای اف جی. یعنی خیلی ساده دلتای آی جی نشون میده که چقدر پیشبینی نفر آیون و نفر جیون با هم دیگه اختلاف داره. به کمک همین تعریف خیلی ساده طالب در واقع هردینگ رو به ما نشون میده. میگه هردینگ یا رفتار گله‌وار یعنی این که به ازای هر آی و جی، به ازای هر آی جی که شما تصور کنید توی این مجموعه، دلتای آی جی خیلی خیلی کوچکتر است از فاصله بین اف بار و تی. یا در واقع میتونیم بگیم دلتای آی جی خیلی خیلی کوچکتر است از قدر مطلق اف بار منهای تی هست. اف بار در واقع میانگین همه اف ها هست. حرف طالب در واقع خیلی ساده است اگه بخوایم به شکل جملات عادی بیان کنیم. میگه ما یک میانگینی داریم بین همه این پیش بینی ها. اون میانگین یک فاصله ای داره تا اون حقیقت نهایی. شما هر دوتایی که از این پیش بینی ها رو که دلتون میخواد انتخاب کنید، اینا به اندازه کافی به هم نزدیکن، اما وقتی میانگین کلشون رو میگیریم از اون حقیقت نهایی خیلی دوره. و این میشه تعریف خیلی بدیع و عجیب و به نظر من خیلی جالب از هردینگ. در واقع یه عده‌ای اومدن یه سری حرفایی زدن، حرفاشون به هم نزدیکه، به شکل تقریبا متحدالشکلی حرف غلط زدن و حرفاشون به هم نزدیکه، اتحاد دارن با هم دیگه، اما ربطی به حقیقت نداره و حقیقت یه جای دیگه افتاده که کلاً بی ربطه به حرف این آقای.
این مفهومی هست که در این قالب و این شکل جالب توجه داره طالب به عنوان رفتار گله‌وار ارائه میکنه. حالا فرض کنید از بین این n نفری که اومدن پیش بینی کردن و ظاهرا همشون هم تقریبا اشتباه کردن دیگه، همشون به هم نزدیکن ولی ربطی به حقیقت ندارن، من یه نفر رو انتخاب کنم، مثلا نفر کا. این نفر کام هم چون به همون دار و دسته اون هرد به اون گله تعلق داره طبیعتا اشتباه کرده و پیش بینیش از تی به اندازه کافی دور هست. خب اشتباه کرده، یعنی حرفش باطل شده و غلط در اومده بر طبق معیار آقای کارل پاپر. و شاید تو این لحظه ما باید بریم یقه‌شو بگیریم یا ازش مورد در واقع سوال قرارش بدیم که شما کجا رو اشتباه کردی؟ چی شد که نتونستی این فاصله رو تشخیص بدی؟ حالا اگه فاصله کم بود، کمی قابل اغماض بود، ولی اینقدر اختلاف بزرگ داشتی با اون چیزی که قراره پیش بینی اتفاق بیفته و شما خطای بزرگی کردی. و فرض کنید که ما بخوایم بریم یه همچین کاری انجام بدیم و ببینیم که این فرد چه جوابی میده. میشه تصور کرد که نفر کام چون پیش بینیش غلط در اومده احتمالاً یه همچین برخوردی میکنه که بله من توی تحقیقات و بررسی‌های خودم دچار خطا شدم، اشتباه کردم، عذرخواهی میکنم و شاید بهتر باشه که از این به بعد کمی با دقت بیشتری عمل کنم، یا نه اصلا بهتر باشه از این به بعد کمی سکوت کنم. اصلا دلیل نداره من همیشه حرف بزنم. وقتی یک اشتباه به این محرزی رو انجام دادم شاید بهتر باشه برای مدتی کمتر حرف بزنم. اگر شما همچین چیزی رو از آقای کی شنیدید، منم شنیدم. اتفاقا کاملا برعکسه. در همون لحظه‌ای که در واقع باید یقه آقای کی رو بگیریم و اون رو مورد بازخواست و سوال قرار بدیم، او در مقابل دوربین نشسته و داره پیشبینی بعدی رو انجام میده. همون لحظه‌ای که مشخص شده پیشبینی قبلیش غلطه، او داره پیشبینی بعدی رو ارائه میکنه. البته کی مقصر نیست، واقعیتش مسئله مارکته، مسئله اقتصاد این وضعیته. عده بسیار زیادی از مردم هستن که صرفاً دلشون میخواد یه سری پیشبینی رو بشنون و هیچ کدومشون نمیرن یقه این کسانی که دست به پیشبینی زدن رو بگیرن که شما این حرفا رو زدین، این اتفاقات نیفتاد، حالا تکلیف چیه؟ نه، کسی این تیکه دومش رو بهش کاری نداره. ما به عنوان جامعه مخاطبین این رسانه‌ها اتفاقا فقط دلمون میخواد که پیشبینی بشنویم و اصلا به این کاری نداریم که این پیشبینی ها، این فورکست ها غلط در اومد. و مادامی که ما اینطوری فکر میکنیم، اونها هم جواب این مارکت و این بازار رو میدن. اونها اون کالایی رو به ما میدن که ما میخوایم دریافت کنیم و کالایی که ما دوست داریم خود فورکست و خود پیش بینی هست. کالایی که ما بهش علاقه داریم دقت و در واقع اشکالات، رفع اشکال کردن تو پیش بینی ها نیست. ما خود پیش بینی رو میخوایم و این افراد هم استاد این کار هستن. میبینید که طرف برای سالهای سال تو رسانه ها حاضره، مرتب دست به پیش بینی میزنه، پیش بینی هاش در موارد بسیار زیادی غلط در اومده ولی کماکان حضورش تضمین شده است. در واقع این منطق از پایین به بالاست، منطق بازاره که اون فرد رو در اون نقطه کماکان نگه داشته. این مطلبی هست که خیلی بهش اشاره کردن، من جمله آقای فیلیپ تتلا کتاب معروفی داره در خصوص مسئله پیش بینی کردن یا فورکاستینگ و به این اشاره میکنه که چطور یه عده‌ای یه جایگاه دائمی رو تو رسانه ها دارن برای اینکه اونا بلدن که خوب پیش بینی کنن، اما فقط خوب پیش بینی کنن و دلیل نداره که پیش بینی هاشون محقق بشه. اصلا اون تیکش برامون مهم نیست. اما تا اینجا و بحثی که مطرح کردم، چیزی که تو کتاب آقای طالب اومده در مورد پیش بینی کردن و مسئله فورکاستینگ بود. طالب میگفتش که در این مورد هم ما میتونیم دچار هردینگ یا رفتار گله‌وار بشیم. اما به طور کلی پیش بینی کردن یا در مورد آینده صحبت کردن یه لاکچری بزرگ داره، یه حسن خیلی عالی داره و اونه که شما میتونید در نهایت صبر کنید، زمان تی سپری بشه و معلوم بشه که حقیقت بالاخره چی هست. این خیلی مشخصه مهمیه. در بسیار از امور اجتماعی اتفاقا اینطور نیست. مثلا ممکنه که در امور اجتماعی ما داریم راجع به یک مسئله بحث میکنیم ولی نمیدونیم حقیقت کجاست، یا به خاطر پیچیدگی بزرگی که در مسائل اجتماعی هست حقیقت مشخص نیست، یا اگه نیاز به گذر زمان باشه باید زمان خیلی طولانی طی بشه که معلوم بشه بالاخره این حقیقت کجا قرار میگیره. اما هردینگ اتفاق افتاده، یعنی نظرات خیلی به هم فشردن. مثلا فرض کنید که یک توزیع نرمال داریم که توزیع فراوانی این پیش بینی هاست. این توزیع نرمال اصطلاحاً دارای انحراف معیار خیلی کمیه، یعنی خیلی خیلی فشرده و جمع و جوره. همونطور که گفتم ما نمیدونیم حقیقت کجاست، اما با همین شکل شماتیک خیلی ساده میتونیم یه گزاره‌ای رو اعلام کنیم. هر چقدر این توزیع نرمال فشرده تر و جمع و جورتر باشه، احتمال اینکه بخشی از اون با حقیقت برخورد داشته باشه کمتر میشه. یعنی اینکه برعکسش احتمال اینکه حقیقت داخل این توزیع نرمال بیفته شانسش خیلی کمتر و کمتر میشه. حالا ما میتونیم به این فکر کنیم که وقتی در شرایطی هستیم که از صبح تا شب حرفای مشابه میشنویم، قضاوت‌های مشابه تو شبکه‌های اجتماعی
پیام‌های مشابه رو میفرستیم، فوروارد میکنیم، یعنی اینکه یا به خاطر سامپلینگ بایس یا به خاطر مسئله اکوچمبر داخل یک مجموعه نرمالی هستیم که انحراف معیار خیلی کمی داره و با شانس خیلی زیادی احتمالاً خارج از حقیقت هستیم. خیلی ممنون از اینکه برای من توجه فرمودید و ارادت.